خوش آمدید به خانه شریف و حجره مقدس. این خانه پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم است که در آن دفن شده، کالبد پاکش در آن جای آرام گرفته است. در انجام سال نخست هجرت شریف نبوی، پیامبر صلی الله علیه و سلم خانه عایشه رضی الله عنها را بنا کرد. وقتی ما میگوییم خانه شریف، این هم مسکن را در بر میگیرد و هم حجره را. حجره این فضای گشاده است در پیش خانه و مساحت آن تقریبا 4 متر در 5 متر است. آن دو در داشت، یکی از سمت شمالی و دیگری از سمت غربی که مستقیما به مسجد گشاده می شده است. اینجا درخت بزرگ پرشاخه و پرباری پیامبر هدایت است. چون آن را میبینی گویا همراهش هستی. اینجا انسان آرامش را در می‌یابد و از شوق دیدارش اشک می‌ریزد. و این همان در است که پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگام اعتکاف سر شریفش را برای عایشه رضی الله عنها از آن بیرون بیاورد تا مویهایش را شانه کند، آرایش دهد و عطر زند. درباره محتوای حجره شریف، در آن آتشدان برای پخت و پز و بعضی اشیای دیگر از قبیل زین و یا اسباب سواری یا هیزم وجود داشته است. اما این قسم پوشیده خانه است که برای سکونت و خواب اختصاص داده شده است. این عبارت از اتاق خاکسارانه بوده که مساحتش تقریبا 5 متر در 6 متر بوده است و بلندی سقفش تقریبا 2.5 متر است. اساس دیوارهای خانه از سنگ و قسم بالایی آن از خشت خام ساخته شده است. سقف خانه از شاخه های درخت خرما و بالای آن پوست خرما و خار و خاشاک و بالای همه طبقه غلیظ از گل. اگر وارد خانه شویم، آن مسکن خاکسارانه است که از زهد بزرگ شهادت می‌دهد. این کت است که از ریزمان بافته و آن بالشت است که داخلش بالیف انباشته و آن کرپه اش و آن ظرف است که در آن کم جو است و این کوزه است که از آن آب می‌نوشیدند. اگر از خانه شریف نبوی خارج شویم و به زینه چوبی بالا رویم، در بالای خانه در یکی از گوشه‌های بام اتاق خرد می‌یابیم که مشربه نامیده می‌شود. ای مؤمنان، در این حجره شریف رسول خدا صلی الله علیه و سلم با عایشه رضی الله عنها با محبوب ترین مردمان برای زندگی میکرد و با او حیات زیبا پر از محبت، پاک و با حسن معاشرت میگذراند. اینجا آن کسی زندگی کرد که جهان را با پیامش روشن ساخت و دنیا را با شریعتش خوشبخت کرد. در این خانه شریف 9 سال از عمرش را گذراند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حالت وفات یافت که سر شریفش را به سینه عایشه رضی الله عنها تکیه داده بود و در همین خانه شریف دفن شده است. عایشه رضی الله عنها در همین خانه زندگی میکرد. پس از کمتر از 3 سال پدرش ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفات کرد و در پهلوی دوستش پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم دفن شد. عایشه رضی الله عنها همچنان در خانه شریف زندگی میکرد و پرده را برای قبرها آویخت. پس از تقریبا 10 سال عمر ابن خطاب رضی الله عنه به شهادت رسید. او از عایشه رضی الله عنها اجازت خواسته بود که در کنار دوستش دفن شود و او اجازت داد. پس عمر ابن خطاب رضی الله عنه همراه آنها دفن شد. عایشه رضی الله عنها دیوار ساخت که فضای دارای قبرهای شریف را از باقی خانه شریف جدا میکرد. از این فضا اتاق برای نماز و عبادتش تشکیل داد. عایشه رضی الله عنها در این قسم خود زندگی میکرد که با علم، تعلیم، تدریس، تربیه فراخ و وسیع بود. مسلمانان از گوشه و کنار زمین می آمدند تا با ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها سلام گویند و از او علم بیاموزند. او در همین حالت ماند تا اینکه وفات یافت و در بقیع دفن شد. خانه شریف به طور محکم بسته شد و در همان حالت خود باقی ماند تا سال 88 هجری. تا سال 88 هجری برابر با 700 میلادی در خلافت ولید ابن عبدالملک با فرمان او عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله بنای حجره شریف را برای محافظت قبر شریف تجدید کرد و آن را وارد مسجد نمود و در آن را محکم بست. این مکان به جای تبدیل شد که نه کسی به آن وارد میشد و نه به آن راه بود. عمر ابن عبدالعزیز باقی مانده حجره امهات المؤمنین را از صاحبانش خرید و به مسجد نبوی پیوست.
سپس عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله دیواری 5 گوشه از سنگ‌های سیاه قوی بنا کرد تا قبرها را از مسجد جدا سازد و تا مردم رو به سوی قبرها نماز نخوانند. مدینه پس از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم روز به این اندازه پر از گریه و غم و اندوه ندیده بود، زیرا دیدن حجره‌های شریف تسلای قلب‌هایشان و خاطری محبوبشان صلی الله علیه و سلم بود. سالها گذشت و خلیفه ها و امیران مسلمانان در طول 100 ساله ها به حجره شریف توجه داشتند و از آن نگهبانی میکردند و بینای آن را تجدید می نمودند. برای زائر 3 مانعه بین او و قبر شریف قرار دارد: پنجره مقصوره برنجی، سپس دیوار 5 گوشه احاطه کننده آن با پوششش، سپس دیوار خانه عایشه رضی الله عنها. توجه به این مسجد شریف و حجره مبارکش در زمان پادشاهی عربستان سعودی به اوج خود رسیده است. این مسجد شریف نبوی است که برای میلیون ها نفر گنجایش دارد و آن حجره شریف است که نظر کننده را خوشنود می سازد و قلب های محبان را شادمان می گرداند. درود و سلام خداوند بر آن کسی که چون رحمت برای جهانیان فرستاده شد.